توجیکان که یکی از قدیمترین مردمان روی دنیا هستند، در مسیر تاریخ بشر با ذکاوت و استعداد بلند و عقل و تفکر قوی خویش تمدن فرهنگی غنی و عبرت آموز را به وجود آوردند که فرهنگ پختن انواع طعام‌ها در بین میراث معنوی فرهنگ آنها جای و مقامی سزاواری دارد. هنر طباخی تاجیکان باشد در طول 100 ساله‌ها تشکل یافته است که در مثال طعام، نان، شربت و شیرینی‌ها می توانیم تحلیل کنیم. چو حیات جسم انسان به حقیقت از غذا شد، نتوان نظر در این خوان زره مجاز کردن. و انا همین بیت خودش جوابگوی یک عالم معنی هاست که غذا، طعام یا هر چیزی که برای بنیه ما، برای اندامگان ما ضرور است و هنوز از همان دوران قدیمترینی که انسان خود را همچون انسان شناخت و برای خودش طعام را آماده می نمود، مسئله طرز و طریقه پختن طعام، انتخاب مواد برای آماده کردن طعام در مد اول می ایستاد. به خاطر آنکه طعام انسان باید یک نوع دوای او باشد و دوای جسم ما و شما باید طعام ما باشد تا ما بتوانیم که همیشه صحتمندی خودمان را نگاه داریم. همصحبت ما یک تن دانشمند و پژوهشگر مسائل فرهنگی بهادر رحمتوف است که در مرتب سازی دانشنامه فرهنگی مردم تاجیک همچون محرری مسئول دست دارد و به اون نظر است که البته برای آماده سازی چنین یک کتاب مکمل سرچشمه و معلومات زیاد ضرور می شود، از جمله در بخش غذاها. دانشنامه فرهنگ مردم تاجیک جلد 4 که به غذاها بخشیده شده است نو به تب رسید و فکر میکنیم واقعا هم این یکی از کتاب هایی است که تمام سرچشمه های آموزش و پژوهش طعام های ملی ما رو در بر گرفته است. و چرا طعام های ملی در زمانی که اگر گوییم اینقدر پیشرفت و ترقیات علم و تکنیک بی سابقه است، در زمانی که مردم دست درازی تا به کیهان دارد، آموزش و پژوهش طعام ها و خاص طعام های ملی چی ضرورت داشته باشد؟ در فهرست خودمون شماره فراوان طعام هایی را داریم که اینها هنوز از عصرهای 14 و 15 و از اونم پیشتر برای ما باقی موندند، ولی متاسفانه برخی از این طعام ها از یادها فراموش شدند وابسته به همون روند تاریخی و برخی طعام ها تا به امروز باقی ماندند و در این مابین باز همون طوری که زبان همه روزه یا که هر ساعته انکشاف می‌یابد و یک چیز به آن اضافه می شود، با طعام و یا طعام نامه نیز همچنین، یعنی که هر روزه مردم یک اختراعات به طعام ها وارد می سازند، یک طعام نوی را به وجود می بیارند که این هم باعث غنی گردیدن همون طعام نامه مردمی می شود و تا به امروز ما شماره فراوان طعام هایی را داریم که ببینید 2 کتابی که آماده کردیم و بیشتر از قریب 2000 طعام را و نوشابه ها را و حلوا ها را در بر می گیرد. هنوز هم این وسعت برای ما تنگی می کند. مأخذهای زیاد موجودند که درباره تاریخ طباخی و طعام‌های تاجیکان معلومات می‌دهند. یکی از این منبع‌ها کنز الاشتهای ابو اسحاق اطعمه متعلق به عصرهای 14-15 میباشد. این کتاب از 10 باب عبارت بوده، هر یک باب آن وابسته به انواع گوناگون غذا نقل میکند.
سرچشمه دیگر کانی لذت و خانی نعمت قاری رحمت الله واضح است که سالهای 1880-81 در بخارا نوشته شده است. به این مانند معلومات تاریخی ضمنی مرتب گردانی دانشنامه فرهنگ مردم تاجیک جلد 4 که به غذاها بخشیده شده است زیاد استفاده گردیده است. در کتاب سرچشمه های تاریخی که از آموزش و پژوهش طعم‌های ملی ما صحبت میکنند زیاد استفاده شدن و تکیه هم هست به این سرچشمه ها. خب کدام طعم‌ها چگونه مورد پژوهش قرار گرفتند و کدام طعم‌ها غذاهای قدیمی ما در اینجا آورده شدند و مورد بازآموزی قرار گرفتند. وقتی که ما این کتاب رو آماده کردیم گمان اول بردیم که هر چیزی که امروز رایج است، هر چیزی که امروز در بین مردم شایع هست و امروز مردم آن را میپسندند و برای دیگران پیشنهاد میکنند همون شاید کفایت باشند. ولی وقتی که به بسیار ماخذها و بسیار منبع‌ها مراجعت کردیم دیدیم که هنوز از زمانهای قدیم کتاب‌های علاهیده بودند که آنها به طعام بخشیده شدند، به غذاها بخشیده شدند، به طرز و طریقه آماده کردن آنها بخشیده شدند یا اشاره به آنها دارند. برای مثال یکی از بیت‌های بسیار معروف عبدالقادر خواجه سودا است که میگویند صدف آسا ز دریای طبق تشبیره بیرون شد که چنگال حریفان برد گوهرهای غلطان را. معلوم می شد که در زمانی که عبدالقادر خواجه سودا زندگی کردند تشبیره یکی از طعام‌های خیلی معروف بودند که چنین بیت زیبا را اهدا کرده اند. و یا گرفتیم که شاعر دیگری گفتند که نگردد از مذاقم لذتی کوکو پلو بیرون از آن روزی که پیری مطبخی داده است ارشادم. و وقتی که همین بیت پیدا شد در ذهن ما و در کتاب پیدا شد الکی ما را راهنمون ساخت که عجبا ما امروز در هیچ آشخانه و یا در خانه‌مون کوکو پلو نخورده ایم. چه نوع طعامی بوده باشد که در آن دوران پیشین این خیلی معروف بود است که چنین نوشته زیبایی چنین بیت زیبایی به آن بخشیده شده باشد. بعد وقتی که این کوکو پلو را تجسس کردیم، جستجو کردیم، تحقیق کردیم در کتاب کنز الاشتهای ابو اسحاق اتیمه پیدا شد که یک نوع طعامی بوده است که یک نوع پلاوی بوده است که اون از کوکو یعنی امروز پرنده‌ای که با نام فاخته معلوم و مشهور است و ما همه بهاران این پرنده را در تاجیکستان هم میبینیم. در بعضی محل‌ها این پرنده را نقشک هم میگویند ولی در بسیار نام ادبی اون فاخته است و معلوم است که از گوشت لذیذ همین پرنده همین پلاو آماده کرده میشد که و پلاوش هم وابسته به همون گوشت همین پرنده لذیذ است و شفابخش هم بوده است که در بسیار کتاب‌های دیگر طبیبان مردمی کسبی صاحب کتاب کوکو را و گوشت کوکو را یا که همین فاخته را یکی از گوشت‌های طبابت کننده یا که شفابخش به قلم دادند. مورد به ذکر است که در این کتاب مکمل زیاد از 2000 نامگوی غذاها آورده شده راجع به نوع و نمودهای هر یک آنها معلومات مفصل داده شده است و واقعا هم هنر طباخی تاجیکان امکان داده است تا شکل آماده سازی، ترتیب و ترکیب غذانوکی هر یک طعام با طرز و اصول خاصه فرق کننده باشد. وقتی که ما کتاب رو ورق زدیم اینجا در برابر ترتیب خودی تیار کردن غذاها طعام‌ها نیز خیلی خوب با صورت‌ها عکاسی گردیده نشان داده شده است که تا یک اندازه در برابر خواندن قرائت کردن همچنین اون نفری که میتواند میخواهد که همین غذاها را آماده کند زود میتواند به جریان آمادگی آن شامل شود. کتابی که ما آماده کردیم نخست
این بغیر سرسخن مقدمه شروع می شود از کتاب از موضوع های اوچرکی یا که از موضوع هایی که مفصلا درباره انواع گوناگون طعام ها یا که انواع گوناگون غذاها معلومات عمومی دهد تا که یک نوع راهنما باشد برای همون کدبانوان، برای طباخان، برای هر کسی که نیاز به همین پختن و پخت و پز دارد. و حتی در اینجا گرفتیم که موضوع علاهیده است که تصنیفات طعام های تاجیکی که در داخل کتاب که یک نوع مقاله های الفبایی رفتند، این یک نوع راهنما به اون است. یا که در اینجا یک موضوع بسیار کلان تحقیقاتی است که غذای طبابتی نام دارد که در آنجا پره درباره اون که کدام غذاها اینا خاصیت طبابتی دارند و با اشاره به من بعده کتاب می شود. یا که یک موضوع بسیار مهم و مبرمی که امروز در دنیا بیشتر از 2 میلیون نفر به همون گرویدن که گیاهخواری است که با نام عمومی ویگتاریانست و میگویند که گیاهخواری است و بسیار معمول شده است. و اینجا در برابر اون که اینجا متن است که پوره درباره همون طعام، درباره خاصیت شفابخشی اون طعام معلومات داده می شود. در پهلوی این با ترکیبات و معیار، یعنی که برای پختن همین طعام برای 3 نفر، 4 نفر یا 5 نفری که ما در اینجا اشاره کردیم چه اندازه همین ترکیبات ضرور هستند. و بعداً باز می رود که روند آماده کردن این طعام چه طریق است و بگذار که هر یک کدبانو یا که هر یک طباخی که نیت پختن این طعام را میکند، وقتی که نگاه میکند که مثل لنتایی که اینا در پهلوی همون ترکیبات من چنین رسمات داده شدند، البته توجه میکند که نخست این چیزها را آماده کرد، بعداً به دیگ چه چیز را انداخت باید و بعداً تا کدام چند دقیقه اون چیز را بریشتن در کار یا که بریان کردن در کار و بعداً کی این طعام آماده می شود و دم دادن در کار و در کدام وقت این طعام را به دستارخوان با کدام سبزوات پیشنهاد کردن در کار. البته من در صحبتم هم گفتم که تنها اینجا با یک خود طعام خالی یا که خالص بدون یگان چیز ترکیب دیگر نیست در نظر. اینجا با گرفتین که وقتی که شما اگر شده با یگان مهمانی تشریف بیاورید، خواه ناخواه در روی دستارخوان بدون همون طعامی که با در ترکیب و چیزهای شفا بخشاینده هم هست، با انواع گوناگون خورش‌ها یا سلط‌ها هم پیشنهاد میکنند. کبوده هایی که ما میگوییم و سبزیجات یا سبزوات هم پیشنهاد میکنند، نوشابه ها را پیشنهاد میکنند و یک نوع شیرینی های دیگر را هم پیشنهاد میکنند که در ترکیب اون شیرینی ها هم تمام همین مواد های به اصطلاح شفا بخشاینده یا که چیزی که در ترکیب خودش یک نوع انگریدینت های وابسته به سالمی انسان است وجود دارند و این چیزها هم هستند که اینها یک نوع مددرسان همون طعام هستند که بعد از تناول طعام اونها را استعمال میکنیم و همه در یک جایگی این چیزها را ما در این کتاب آوردیم. طبیعت و طعم و ذوق هر یک ملت و خلقیت سبب گردیده که طعام‌های جداگانه و فرق کننده منسوب به همان خلق و ملت به وجود بیاید. اگر از یک جانب
مخصوصیت‌های خوردنی و نظام آشخانه همان مردم باشد. از جانب دیگر این البته بستگی دارد به طبیعت و محیط اطراف همان دیار. خوشبختانه تاجیکان را اقبال بزرگ نصیب گردیده که در آغوش این سرزمینی بای و سبزپوش همزمان با طبع لطیفانه و عارفانه و آزاده زندگی میکنند. در مملکت ما یا که در تاجیکستان ما که باد و هوای نهایت مساعد است، زمین حاصلخیز است و شرایط خوبی کشت و کار است و با وجود آوردن تمام مواد برای پختن غذاهای خوب است. این مردم از قدیم الایام چیزهای تازه، چیزهای طبیعی، چیزهایی که برای بنیه انسان فایده آورند طعام میخوردند. واقعا هم درست است وقتی که شما در مورد استعمال محصولات طبیعی گفتید که کشور ما خیلی فراوان گویم غنی است از این گونه محصولات طبیعی، از این گونه رستنی ها، از این گونه غذاهایی که برای مردم ما منفعت آور هستند. این بار دیگر از آن گواهی میدهد که مردم ما در برابر آزاد سیرش بودن آزاد طبع هم هست. البته ببینید که من در ابتدا هم یک نوع ذکر کرده بودم که طعام ما باید که دوای ما باشد و همین چیز از زمانهای خیلی قدیم هم مروج بود و اکثر اون کتاب‌های طبی که ما ورق گردان کردیم و اون طبیبان کسبی که در خصوص طعام‌ها و یا استفاده رستنی‌های شفابخش در طعام‌ها و در آماده کردن طعام‌ها سخن راندند، همه این گواه آن هستند که همیشه از همون دوران قدیم هنوز با پختن طعام، با آماده کردن موادها برای طعام هم طبیبان مردمی و هم طباخان کسبی و هم کدبانوان خانوادگی اهمیت مخصوص میدادند تا که طعام سالمی را آماده کنند که برای بنیه انسان، برای بنیه همان خانواده ضررآور نباشد و همچنین هم بود. از همان دوران قدیم با استفاده از این فراوانی نعمت‌های طبیعی ما، کدبانوان ما، طباخان ورزیده طعام‌های گوناگونی را اختراع کردند که شماره آنها از حد بیرون است. طعام در برابر منبع استعمال همچنین باید تا یک اندازه منبع طبابت هم باشد و اینجا البته تکیه به آن سرچشمه هایی که از طب میگویند زیاد دیده می شود و تا کجا همین سرچشمه هایی که به واسطه مثلا غذا و طب و یا که و غذا و سرچشمه های طبی هستند اینجا مورد آموزش قرار گرفتن و در کتاب آورده شدند. اولتر از همه وقتی که سخن درباره طعام های قدیمی می رفت، در اون حالت ما با اون کتاب های طبی قدیمی دیگر مراجعت کردیم که آیا درباره همین رستنی یا که درباره همین گوشت، نوع گوشت در نظر دارم، یا که درباره همین نوع طعام این یا طبیب کسبی صاحب کتاب چیزی در آثارش گفته است یا نه. برای مثال ابو منصور موفق، محمد شیرازی، محمد یوسف در طب یوسفی و همچنین در ذخیره خوارزم شاهی یا که در خود القانون ابن سینا که درباره طعام‌های فراوان صحبت می‌کنند و خاصیت شفابخشی آنها را نامبر می‌کنند یا درباره رستنی‌های بسیار که از آنها داروهای گوناگونی را اختراع کردند صحبت می‌کنند و انا همین چیزها ما به یاردم یا که یاری داد مدد رساند که ما با خاصیت شفابخشی این یا اون ترکیباتی که در طعام استفاده برده می شود اعتماد پیدا کنیم که واقعا هم همین ترکیباتی که در فلان طعام استفاده برده می شود خاصیت شفابخشی دارد و اگر این در همان طعام به اصطلاح وقتی ساختن یا که وقتی پختن آن استفاده برده شود، اگر در آن حالت همون طعام هم همین خاصیت را دارا می شود. انا به همین خاطر اون طعام هایی که هنوز
از زمانهای قدیم باقی ماندن یا که طعامهای قدیمی هستند، ما با واسطه همون کتابهای قدیمی طبی مراجعت کرده و خاصیت‌های شفابخشندگی آنها را از این کتاب‌ها پیدا کردیم. و اگر طعام‌ها بعداً یا که طعام‌های نسبتاً نوتر بودند، در این حالت در کتاب‌های دیگری که محققان ما از قبیل جهان ازانزاد یا که صدرالدین جلالی و یا دیگر طبیبان، بله کتاباشون در همین جا هست، این چیزها تحقیق کردن. آنها در مخصوص آزمایشگاه ها تمام همون رستنی های شفابخش را تحقیق کردن و در ترکیب اون کدام اینگریدینت ها یا کدام ویتامین ها هستند، کدام مواد ها مینرال ها هستند، یا کدام افیرها هستند، یا کدام انگشتاب ها هستند، یا کدام کربوهیدرات ها هستند، همه اینها را از نگاه طبی معاصر تحقیق کردند. و ما وقتی که این گیاه را یا که این ترکیبات را در این طعام یا اون طعام مشاهده میکنیم، واقعا اطمینان پیدا میکنیم که این طعام اکنون یک نه اینکه فقط به خاطر سیر نمودن شکم ما البته استفاده برده می شود، بلکه در برابر اون که ما این طعام را به هنگام گرسنگی تناول می کنیم، علاوه باز این برای بدن ما شفا می بخشد. ما واقعا در نامگوی طعام و خوردنی ها مخصوص غذاهای را وامی خوریم که منسوباً محض به مردمی ما و آنها طعام های خاصه تاجیکان حسابیده می شوند، چنانچه قروتاب و شکراب و فطیر مسکه و کوچی و قیلبد، اتاله و حلوا و سمنک، آش پلو و آش بریده و غیره ها. نامگوی زیادی طعام ها، غذاها در کتاب جای داده شدند و شما طور گفتید زیاده از 2000 نامگوی طعام ها اینجا آورده شدند. خب در میان همین طعام ها، در میان همین نامگو ما گفته می توانیم که صرف طعام های ملی ما کدام ها اند؟ اکثر طعام های ما همین هستند که در همین آسیای مرکزی، مردمان آسیای مرکزی همون طعام ها رو با هم دیدند، با هم پختند و با هم میدانند، چون که رابطه ها بودند و با هم دیگر اینها همکار و همدل و هم رأی بودند. ولی باز طعام های دیگری هستند که آنها صرف در همین محل در کشور ما فقط پخته می شدند که در دیگر جا ما آنها رو پیدا نکردیم. با همین خاطر ما یک پژوهش دیگری را انجام دادیم که با یک گروه طعام های هستند که آنها تنها و تنها در بین مردم ما شایع هستند. تنها مردم ما آنها رو میپذیرد و یک مدت معین از خاطره ها هم کند فراموش شده بودند، لیکن خوشبختانه امروز با ما میبینیم که آنها بسیار همچون همون زنبوروغ های بعد باران در دوشنبه آز میبینیم که تیار کرده میشوند. برای مثال قروتابخانه های بسیار در هر قدم امروز فراوان هستند و همین طعامی است که قروتاب که فقط صفر با مردم ما وای دارد، رابطه دارد و در دیگر جاها ما اینا مشاهده نکردیم. یا که همون شکرابی که ما و شما میگوییم، یا که من قروتباتی که اینجا با هست برای مثال که فقط در اینجا، یا که قروتبات وخانی که هست اینجا با، یا که باجی که هست، یا که دلده‌ای که ما امروز میگوییم و همین خیلی بله قیلباتی که برای مثال در اینجا هست و در اینجا شماره فراوانی طعام های هستند در این کتاب ما که اونها، یا که دوپا برای مثال که در اینجا هستند یک نوع چیز، و یا که در اینجا طعام های دیگر و دیگری هستند، یا که نوشابه های فراوانی هستند، حلواهای بسیار فراوانی ما در اینجا آمده است که اونها تنها صفر مربوط به مردم ما است. ارزش علمی دانشنامه فرهنگ مردم جلد 4 که به غذاها بخشیده شده است در چه ifade می‌یابد؟ بله، من فکر میکنم که اکنون هنوز در این حال حاضر همین یک چند طعام های پیشنهاد کردن که با یونسکو که اینها بود که همچون با فهرست فرهنگ غیر مادی عموم جهانی وارد شوند. ولی فکر میکنم که وقتی که همین کتاب آماده شد بار اول در تاجیکستان، چون که در هیچ یکی از اون حوزه نوروزی هم و در هیچ یکی از همین مملکت های آسیای مرکزی هم با اصطلاح ایران و افغانستان هم چنین یک کتاب مجتمعی، چنین یک کتاب دانشناموی،
چنین یک کتاب انسیکلوپدی هنوز به تب نرسیده است. کتاب‌های علاهیده یا که به طعام‌های علاهیده بخشیده شده البته در اونجا هم به تب رسیدند، ولی چنین یک کتاب مجتمعی که بیشتر از 2000 طعام را در بر میگیرد هنوز در هیچ همین کشورها آماده نشده است. و اگر ما مجموعاً همین کتاب را با همین خیلی یک مؤسسه معروف و چیز با نفوذ بین المللی اگر مراجعه پیشنهاد کنیم همچون فرهنگ غیر مادی شاید که پذیرفته شود. و من اطمینان کامل دارم که اگر همین کتابم بیرون از تاجیکستان رود اگر محبوبیت خیلی فراوانی را کسب میکند و شاید که اینم صاحب یکی از همین چنین جایزه ها شود و باز آبروی اعتبار همین دانشنامه ملی تاجیک با یک دوچند خواهد شد. دانشنامه فرهنگ مردم تاجیک جلد 4 در مورد غذاها واقعاً ارزش بلند علمی داشته. در آن تمام پهلوهای آماده و استعمال غذا مورد مطرح قرار گرفته است. مسئله غذا باشد امروز واقعاً برای بشریت موضوع مهم است، زیرا آن سرچشمه طبیعت، طبابت و مناسبت به جسم خود بوده برای فائز زیاد اهالی کره زمین باشد منبع‌های خطرناک نیز دارد. پس جدیت به غذا و استعمال آن مسئولیت به زندگی خواهد بود.